با درود نزد همه عزیزانی که علاقه‌مند به ایران و تاریخ و ادب و فرهنگ و شعر به خصوص در زبان پارسی هستند. همه پارسی زبانان از پارسی کهن یا اوستایی تا فارسی نو و امروز فارسی دری در افغانستان و فارسی تاجیک در تاجیکستان. نشست های حکمت و فرزانگی خسروانی آیین کهن ایرانی را ادامه میدیم. به بخش آخر دیباچه گفتار اندر ستایش سلطان محمود رسیدیم. بخشی از اون رو برای شما بازگو کردم و از توضیحات آقای دکتر خالقی که بزرگترین تصحیح کننده پیرایش سنجشی هستند در حال حاضر استفاده کردم و به ادامه اون میپردازم در نشست 55. فردوسی در خواب سلطان محمود غزنوی رو میبینه و داره او رو توصیف میکنه. بخش اول رو گفتم و اکنون در مورد دستور پاک او یا وزیر او که ابتدا کسی است که فرهنگ خواه و مردی با خواسته و ایران دوست هست و شاعر پرور اسفراینی صحبت میکنه و او رو در خواب توصیف میکنه. خب شروع میکنه. یکی پاک دستور پیشش به پای، بداد و بدین شاه را رهنمای. مرا خیره گشته سر از فر شاه، ازان زنده پیلان و چندان سپاه. چنان چهره خسروی دیدمی، از آن نامداران بپرسیدمی. که این چرخ و ماه است گر تاج و گاه، ستاره است پیش اندرش گر سپاه. مرا گفت کاین شاه روم است و هند، ز قنوج تا پیش دریای سند. که ایران و توران او را بنده اند، به رای و به فرمان او زنده اند. بیاراست روی زمین را بداد، بپردخت از آن تاج بر سر نهاد. جهاندار محمود شاه بزرگ، بدابش آرد همی میش و گرگ. ز کشمیر تا پیش دریای چین، بر او شهریاران کنند آفرین. چو کودک لب از شیر مادر بشست، ز گهواره محمود گوید نخست. تو نیز آفرین کن که گوینده ای، بدو نام جاوید جوینده ای. نپیچد کسی سر ز فرمان اوی، نیارد گذشتن ز پیمان اوی. چو بیدار گشتم بجستم ز جای، چه مایه شب تیره بودم به پای. بر آن شهریار آفرین خواندم، نبودم درم جان برافشاندم. به دل گفتم این خواب را پاسخ است، که آواز او بر جهان فرخ است. ببینیم دکتر خالقی مطلق چه توضیحاتی رو در این زمینه ارائه دادن. در قسمت اول گفتن که بسیار محتمله که منظور از پاک دستور یا وزیر پاک دست ابوالعباس فضل ابن احمد اسفرایانی باشه که وزیر ایران دوست و فارسی خواه از آغاز کار محمود غزنوی در سال 401 هجری قمری وزیر او بوده تا اینکه در این سال برکنار میشه و به زندان میفته و در همونجا هم در میگذره و رقیب او احمد ابن حسن میمندی بر جای او مینشینه که در واقع با روی کار اومدن این وزیر بغداد دوست و عربی خواه در دربار محمود کام بدخواهان فردوسی رواتر میگرده و فردوسی در جای دیگری نیز از این وزیر پاک و ایران دوست اسفراینی هم دوباره یاد میکنه. در بیت 181 جایی که میگه بپرداخت از آن تاج بر سر نهاد، بپرداخت یعنی وقتی که از دادگستری روی زمین و گستردن داد و عدل بر روی پادشاهیش در روی سلطنتش فارغ شد و دست کشید، تاج پادشاهی بر سر گذاشت.
بیت 183 که در مورد قنوج و کشمیر صحبت میشه، دو تا فرضیه مطرحه. یکی این که به گستردگی و گرفتن شهرهای قنوج و کشمیر که محمود غزنوی در سالهای 406 و 409 این شهرها رو گشوده میکنه در واقع اشاره میشه. پس تجدید نظر نهایی شاعر و فرستادن شاهنامه به غزنه در سالهای 409 و 410 هجری انجام میشه و سله فرستادن محمود نزد شاعر 411 است که در واقع پس از مرگ شاعر به طوس میرسه. اما غیر از اون ولی آتش نظریه رو در مورد پایه‌های نامه‌های کشمیر و قنوج بنا میکنه و اونم اینه که در کنار نام‌های دیگری چون روم و هند و چین آمده و هیچ گونه اشاره‌ای به گشودن این سرزمین‌ها در زمان محمود نیست، بلکه بیشتر از 20 بار به کشمیر و بیشتر از 30 بار به قنوج اشاره شده و در واقع هیچ اشاره‌ای به زمان مدیحه سرایی فردوسی در اینا شرایط قرار نمیگیره. در مورد بیت 184 زمانی که فردوسی صحبت میکنه که چون کودک از شیر مادر باز میشه، اولین کلامی که در گهواره میگه یعنی در واقع کلام‌های آوایی، یعنی با لبی بایال یا در واقع آوازهایی که بچه قبل از اینکه بخواد نخستین واژگان با معنا رو بگه، میگه فردوسی در اغراقی که به کار میبره میگه که نام محمود غزنوی پادشاه رو به زبان میارن. منظور از ستایش اون و شهرت اون و آوازگیر بودن نام فرخ اوست و به همین خاطر در خواب میگه که تو هم اگر که شاعری که جوینده نام جاوید هستی بر او آفرین بکن، چرا که هیچ کس از فرمان او سر نمیپیچه و از پیمان او نمیگذره. شاعر میگه وقتی که از خواب پریدم تا دیر وقت بیدار موندم، در دل به شهریار آفرین گفتم و چون درمی نداشتم که بر او بیفشانم، در راه او درم بیفشانم و به در واقع درویش بدم، حاضر بودم که جانم رو فدای او بکنم و در دل گفتم که این خواب پاسخ یعنی اجابت میشه، چرا که آواز شهرت محمود غزنوی در جهان به فرخی و نیکپیی هست. پس بنابراین من به آرزوی خودم دست پیدا میکنم. خب تا اینجای سخن در واقع بسنده میکنیم در مورد سلطان محمود غزنوی و سخن رو به پایان میرسونیم. روز و روزگار بر شما خوش باد. شما رو پدرود میگویم.